قضیه ایست یه خورده لطافت داره با جای شما عرض میکنم تا انشاءالله خسته نباشید. یکی از دوستان خیلی خوش‌ذوق داریم، خیلی خوش‌ذوق. این در یکی از شهرستان ها واقعا هم زحمت میکشید، نمیدونم دبستان درست کرد، دبیرستان درست کرد، حوزه علمیه درست کرد و هیئت‌های درست کرد و مرد فرهنگی بود و خیلی خودساز بود، واقعا خیلی کار میکرد. میگفت بعد از این همه کارها یه دفعه تو فکرم افتاد که حتما مقام من خیلی بالا رفته پیش خدا، خیلی به آخرین درجه تکامل رسیدم من. گفت یواشای دیدم نخیلی داره باورم میاد کم کم. خدایا چیکار کنیم؟ گفتیم بریم خدمت امام رضا یه زیارتی بکنیم، اونجا از امام رضا بخوایم که خدا بخواهد که یک نفر از این زوار که از اینجا رد میشه یه جمله بگه من بفهمم مقامم به کجا رسیده. رفتم اون رو زیارت کردم، بعد ایستادم گفتم خودت میری برای چه آمدم یه نفر از اینجا رد میشه یه حرفی بزنه من بفهمم که مقام کمال من به کجا رسیده. این نیت کردم. یک خانومی از جلومم رد شد. اون روزها بنا بود که خانم برادر منم بیاد مشهد، خیال کردم ایشونه. گفتم خود برم یه سلامی و احوالپرسی بکنم. رفتم از پشت سلام کردم، او نبود. برگشت گفت خیلی خرید. میگفت اینقدر قاطعانه گفت که مثل این که واقعا وحی اومده. من خندم گرفت رو نیت خندم گرفت و میگفت بدتر شد. گفت شک داری؟ به این امام رضا که اینجا خوابیده ها شک نکن واقعا خرید. گفت ما هم عقب برگشتیم گفتیم یا امام رضا خیلی ممنون.